الان برای طبق معمول میریم کشمون که قراره ریخت باشه و یه بسته کبریت پیدا میکنیم. خوبه. بعد تازه میفهمیم یه کلی کبریت داریم، میریم که باش چیزی آتیش بزنیم، یکی از بردامون رو بدیم. خب اینا هم که کبریتش پره بزنید بریم. خب این میکوبیمش تو اینا. البته خیلی سخته، از قبل باید سوراخش کنیم. خب مرحله دوم میان و این از بسته ها یه دونه یه چیزی رو بردی رو برمیداریم و بذاریم من انتخاب کنم بین بردا. این برد عالیه، خوبه. همینو میذاریم روش و کبریت آتیش میکنیم. اینم از کبریت آتیش میکنیم. ببینید قشنگ سرش داره میسوزه اما جدا نمیشه. چرا؟ چون این یه برق خیلی قویه، سیماش به فاک رفت. و اینم از نتیجه کار. خدافظ.